مسلمان ها چرا در ماه مبارک رمضان باید روزه بگیرن؟ بله، تشکر. در ماه مبارک رمضان یک مسلمان روزه میگیره به خاطر از اینکه یک مسلمان از نگاه جسمی، از نگاه معنوی، از نگاه ایمانی، از نگاه اخلاقی به یک تمرین نیاز داره. شما وقتی که در ماه مبارک رمضان میین از نگاه ایمانی تمرین میکنین، از نگاه اخلاقی تمرین میکنین. چه قسم تمرین؟ وقتی که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بر شما میگه که وقتی انسان روزه‌دار باشه باید سخنهای زشت نگویه، اعمال زشت نکنه، حتی اگر یک کسی او را دشنام میته و یا میخواد که او را دشنام بده و حتی میخواد امروز جنگ بکنه، برای میگه که من روزه‌دار هستم. دو مرتبه برش میگه من روزه‌دار هستم. پس اینجا هست که انسان شخصیت اخلاقیش بلند میره. ماه مبارک رمضان شما روزه میگیرین به خاطر چی؟ به خاطر ازی که اکثر مردم از این صحبت میکنن که ما والا صاحب میخوایم از درد انسانهای غریب و بیچاره و فقیر بیم. وقتی که شما خودتان تشنگی را احساس نکرده باشین، چطور میتونین از یک تشنه، میگه سوار از دل پیاده چی میایه و سیر از دل گرسنه. حالا اگر شما تشنه نشده باشین و یک کس را میشنوین که در یک جای آب نداره که بنوشه، چطور شما بر از او آماده میشین که خدمت بکنین؟ خودتان هیچ احساس تشنگی نکردین. ماه مبارک رمضان شما تشنه میشین، احساس تشنگی میکنین. وقتی که انسان احساس تشنگی کرد، در اینجا این انسان خودش میبینه که چقدر سخت است تشنگی و این هم از صبح تا شام. شاید انسان تشنه هم از صبح تا شام نشه، ساعتهای 2 بجه، 3 بجه، 4 بجه انسان تشنه شوه، تا ساعت 1 بجه، 2 بجه انسان احساس نکنه. گاهی اوقات انسان میخواد که غذا بخوره، اما این انسانی که غذا نداره، این انسانی که غذا نداره، چطور شما میتونید که از این انسانی که غذا نداره و روزها گرسنه می باشه از درد دل از او با خبر شوین؟ شما نمیتونید از درد دل از او با خبر شوین. یک وقت شما از درد دل از او با خبر میشین و درد از او را احساس میکنین وقتی که خودتان روزه بگیرین و گرسنه شوین. ما نیاز داریم در ماه مبارک رمضان نیاز معنوی، نیاز اخلاقی، نیاز داریم نیاز ایمانی. وقتی یک انسان مسلمان روزه میگیره در اونجا در ماه مبارک رمضان از نگاه ایمانی، من پیشتر بر برادر دیگه هم گفتم، وقتی انسان بسیاری اوقات وقتی گناه میکنه تو فکر میکنه که اگر یک تفلک خرد باشه احساس میکنه که در این خانه من گناه کرده نمیتونم. اما وقتی که تفلک خود بیرون رفت این انسان فکر میکنه که والا حال هیچ کس نیست. اما در ماه مبارک رمضان امی احساس قوی میشه. انسان در بسیاری حالات تنها میشه ولی با وجود از این هم میخواد که یک چیز بخوره نمیخوره. چرا؟ میخواد بنوشه نمینوشه. چرا؟ به خاطر از اینکه اینجا احساس میکنه که خالق الرقیب هست، که یکی از صفات الله الرقیب است. پس او خالقی که الرقیب است من مراقبت میکنه و هر لحظه مرا کنترل میکنه. بنابراین انسان میبینه که ات یک خالق مرا مراقبت میکنه، من چطور بخورم، من چطور بنوشم. پس در حالات بسیار تنهایی که هیچ کس نیست و دروازه ها بسته هست، در اون حالت هم خود کنترل میکنه. اینمی کنترل سبب از این میشه که ایمان انسان به 100 درجه میرسه. چرا ما روزه میگیریم؟ به خاطر از اینکه ماه مبارک رمضان ماه ترینینگ میگن، ماه تمرین است. یک ماه تمرین اعتقاد، تمرین اخلاق، تمرین ایمانداری، تمرین معنویت، کل این تمرین ها رو میکنی. بالاخره وقتی که شما میین در همین ماه مبارک رمضان کل این تمرین ها رو کردین بالاخره نوبت میرسه به ای که 11 ماه دیگه شما مثل ماه مبارک رمضان زندگی بکنین. و همین است که انسان مسلمان با تمرین در تمام بخش‌های زندگی، این انسان مسلمان میتونه که یک مؤمن واقعی و خوب باشه.